در مقیاس ولایت ناحیه‌های استرافشان، دیوشتیچ، پنجکین و باباجان غفوروف از استحصال کنندگان اساسی نوع‌های مختلف انگور محسوب یافتند. مساحت تاکزار حاصلده در شهر استرافشان 3592 گکتار، باباجان غفوروف 2567 گکتار، پنجکین 1374 گکتار و در ناحیه دیوشتیچ 490 گکتار به قید گرفته شده است. الحال خواجگداران روند کارهای آبمانی، دادن غذای علاوگی، خامتاک، مبارزه ضد حشرات ضرررسان و کسلی‌ها و امثال آن را ادامه می‌دهند. طبق خلاصه متخصصان خواجگداران، عین حال حاصلبندی تاکزار خوب بودند، ولی برای حاصل نگهداری من بعدش کارهای اگروتکنیکی قبلا ذکر کرده عملی کرده می شود. در استرافشان جماعت‌های صبرستانی، جانی، گلی سرخ و زرحلال از موضع‌های اساسی تاک پرور این منطقه اگروصنعتی ولایت محسوب یافته. طبق معلومات پیشنهاد گردیده در اینجا 18 نوع انگور مورد استحصال قرار داده می شود. اما همساله طلبات خریداران بیشتر به انگور نوع کشمش سیاه و سفید به میان آمده. این نوع‌های انگور هم تر و تازه و هم طریق مویز کردن خریداران زیاد دارد. طوری که متخصصان اظهار داشتند، سال سپری شده از تاکزار جماعت‌های شهر استرافشان 14000 تن کشمش سیاه استحصال گردیده، از آن 2000 تن مویز کرده شده است. یعنی با نظرداشت صفت و شیره انگور از 4-5 کیلوگرم حاصل 1 کیلوگرم مویز آماده کرده می شود. سال سپری شده طبق معلومات آماری در استرافشان 19147 تن انگور استحصال کرده شده است و سال جاری با مساعد آمدن هوا خواجگداران عزم دارند که حاصلی بیش از پیش به دست آورند. بعد تجدید از نو تشکیل خواجگاه کلان حجم دهقانی که از آغاز سال 2014 جریان گرفت تا به امروز در حدود خواجگاه کلان حجم جماعت‌های شهر استرافشان نیز نزدیک 10,000 عدد خواجگاه خرد دهقانی عائلوی و انفرادی به میدان فعالیت برآمده. در استفاده ثمرناک زمین، بلند برداشتن حاصلناکی، گرفتن منفعت بیشتر اقتصادی و فراوانی بازار استعمالی مردم از تلاش دارند. تاکزار خواجگاه شهر استرافشان اساساً با طرز بابایی بنیاد گردیده، اصول خاصی نگاه بین را تقاضا دارد. عامل اساسی فراوان حاصله یا خود حاصل نگهداری چنین تاکزار آبی پالیزی است که در تاکزار برای نمی نگهداری بین قطار تاکزار آب ذخیره کرده می شود و امروزها آبرسانی از طرف اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری شهر استرافشان برای خواجگداران با مرام ادامه دارد. البته روند آبرسانی از سطح ذخیره آب در آب انبار حدود این منطقه اگروصنعتی وابستگی پوره دارد و در این زمینه استفاده ثمرناک آب پالیزی مهم ارزیابی می گردد.